در سکوت، آرام آرام در حال دزدیدن حافظته و اگه مراقب نباشی ممکنه هویتت رو هم با خودش ببره. این یه بحران واضح و آشکار نیست که اونو توی اخبار ببینی، بلکه یه محو شدن تدریجیه، درست مثل یک موسیقی آروم. در واقع این یه نوع فراموشی دست جمعیه. هدف این حرفها ترساندن نیست، بلکه دعوتی است برای تردید کردن، برای بهتر دیدن. اگه ذهنی سنگین داری، اگه حس میکنی چیزی سر جاش نیست و چیزی درست نیست، اگه حس میکنی دیگه مثل قبل خودتو نمیشناسی و تمرکز درستی نداری، بدون تو تنها نیستی. میخوام دقیقاً برات توضیح بدم که چه اتفاقی در حال رخ دادنه و آیا تو هم درگیرش شدی یا نه و چطور میتونی راه برگشتی پیدا کنی. بیایید پرده ها رو کنار بزنیم از چیزی که بی سر و صدا و آروم دنیای ما رو تغییر داده بدون اینکه حتی خودمون اجازه داده باشیم. اکثر مردم فکر میکنن خودشون تصمیم میگیرن که چی بخونن، چه احساسی داشته باشن و چه چیزایی براشون مهم باشه. اما اگه همه چیز از قبل براشون برنامه ریزی شده باشه چی؟ الگوریتم ها دقیقاً میدونن چه چیزی تو رو عصبی میکنه، چه چیز ناراحتت میکنه و حتی چه زمان احساس تنهایی خواهی داشت. اونها لحظه ای رو که نیاز به توجه داری پیش بینی میکنن و وقتی این رو بدونن فقط چیزی رو که میخوای نشون نمیدن، بلکه شروع میکنن به ساختن شخصیت تو. هوش مصنوعی منتظر نمیمونه ببینه تو چه کسی هستی، بلکه خودش انتخاب میکنه که چه چیزایی رو ببینی، از خبرها گرفته تا ترندها، و تو کم کم وارد دنیایی میشی که با کدی ساخته شده که هرگز اون رو نخوندی و توسط سیستمای هدایت میشی که هیچ وقت واقعا به اون بله نگفتی. این فقط بازی با احساسات انسان نیست، این ضربه زدن به هویت و شخصیت انسانه. غریزه هامون کند شدن، باورهامون آروم و بی سر و صدا از بین میرن و همه چیز بدون زور انجام میشه. اول بی‌حس میشی، بعد مدام واکنش نشون میدی، گاهی بیقرار، گاهی بی تفاوت محض بدون اینکه دلیل مشخص داشته باشی. این یعنی سیستم عصبیت از ورودی‌های مصنوعی بیش از حد پر شده. ما مدام در حال اسکرول کردن، کلیک کردن و واکنش نشون دادن هستیم، چیزی که مغز ما برای این همه واکنش طراحی نشده بود. تنها بودن ما حتی بدون موسیقی و اینترنت تبدیل به کار و امری طاقت فرسا شده. علم عصب شناسی نشون میده که بدون تمرکز عمیق و بدون دوری از حواس پرتی مغز نمیتونه اطلاعات رو از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل کنه. انگار داریم زندگیمون رو با جوهری مینویسیم که به زودی پاک میشه. شاید نتونی مکالمه ای رو به خاطر بیاری، لحظه ای از سال گذشته یا حتی یک حس مهم. این فقط به خاطر استرس نیست، یعنی سیستم حافظت درست کار نمیکنه. کم کم چیزای کوچیک رو فراموش میکنی و بعد نوبت به لحظه های بزرگتر میرسه. تمرکزت پاره پاره میشه. روانشناسا به این میگن انحراف شناختی. اما در این دوران ماجرا از این هم دارکتر میشه. تو فقط لحظه ها رو فراموش نمیکنی، داری خودت رو فراموش میکنی. اما چطور بفهمیم که این اتفاق برامون افتاده؟ شاید قبلاً پر انگیزه، پر شور و پر معنا بودی، اما حالا این ویژگی ها از تو دور شدن. کم کم به این باور میرسی که دیگه هیچ چیزی برات مهم نیست. حس معنا کم رنگ میشه و بی تفاوتی گسترش پیدا میکنه. چیزی که این روزها خیلی خیلی با دو چشممون داریم تماشاش میکنیم. این فقط خستگی ذهنی نیست، این مرحله آخره، جایی که خود انسان بسیار آسیب پذیر میشه و درست در همین لحظه آماده‌ای که دوباره شکل بگیری و اونا میتونن از نو برات تصمیم بگیرن، داستانتو از اول بنویسن. اما اگه در میان این حرفها چیزی برات آشنا بود، نترس. این یعنی هنوز بخشی از درونت چیزی رو به یاد میاره و اگه هنوز یادی هست پس راه برگشتی هم وجود داره. 6 مرحله وجود داره که میتونه آغاز راه بازگشت به یادآوری باشه.
هر بار که دستت میره سمت گوشی، هر اسکرول، هر کلیک، لحظه مکس کن. ببین دقیقاً چه چیزی تو رو به این حرکت وادار کرده. خسته ای؟ حوصله‌ات سر رفته؟ دنبال فرار از چیزی هستی؟ با اون حالت که مثل خلسه است، نجنگ. نیاز نیست فوری تغییرش بدی. فقط آگاه باش. یعنی همون حالتی که بدون فکر وارد دنیایی میشه که تو رو با خودش میبره. حالتی که دیگه یادت نمیاد چرا اومدی و کی رفتی. وقتی بتونی اون رو ببینی یعنی بخشی از قدرتش رو گرفتی. زمانی تو رو کنترل میکنه که حواست به حضورش نباشه. اما اگه ببینیش، اگه بفهمی که الان در هستی، دیگه اونقدر هم خطرناک نخواهد بود. دنیای امروز مدام میخواد تو نگران نظر دیگران باشی. فرهنگی شکل گرفته که قضاوت دیگران رو ترسناک جلوه میده. حالا 3 حقیقت رو صادقانه با خودت در میون بگذار. چیزایی که تا به حال حتی جرأت نکردی به خودت بگی. با بدن خودت ارتباط برقرار کن. حرکت دنده‌هات رو حس کن. نفس بکش، طوری که انگار مهمترین کاریه که در زندگیت باید انجامش بدی. شاید یه علاقه، یه رویا یا حتی یه حس سرکوب شده، چیزی که در گذشته بخشی از تو بوده اما حالا فراموش شده. اون چیز از بین نرفته، فقط در گوشه پنهان شده. کلماتی که به زبون میاری آیندت رو شکل میدن. این حرف معنوی یا خیال پردازانه نیست، بلکه از واقعیت‌های علمی مغزه. تو در حال بازسازی ذهن خودتی. یه جمله بنویس، اون رو جایی بچسبون که هر روز ببینی. جمله ساده: من اینجا بودم و به یاد آوردم. شاید به نظرت عجیب یا حتی مسخره بیاد، اما بعد از چند روز که این کار رو انجام دادی، میخوام برام بنویسی چه اتفاقی افتاد. این که یه جمله کوچیک چطور به تو یادآوری کرد که هنوز اینجایی. و حالا قبل از این که به اون زندگی پرهیاهو و پر سر و صدات برگردی، فقط چند تا سوال ساده ازت دارم. اینا نه هشدارن نه پاسخ، فقط چند سوال ساده است، اما اگه داخل ذهنت کاشته بشن ممکنه دیگه هیچ وقت به اون انسان قبلی برنگردی. چه چیزی در من بود که حالا دیگر نیست؟ چه چیزی رو از دست دادم بی اون که متوجه بشم؟ چه رویاهایی داشتم که کوچک و بیرنگ شدن؟ کدوم قسمت از خودم رو از دست دادم؟ نه به خاطر رشد یا تغییر، بلکه چون فراموششون کردم. و اگه حس کردی چیزی رو گم کردی، از خودت بپرس: آیا خودم اونو کنار گذاشتم یا چیزی اونو از من گرفت؟ فراموشی ناگهانی اتفاق نمیفته، بلکه تکه تکه، آروم و تدریجیه. حاصل صدها سازش کوچک با شرایط و یه روز بیدار میشی و دیگه اون ذهنی که داشتی برات ناآشناست. اما اگه سوالی درستی بپرسی، اگه دوباره در سکوت بشینی و به چهره خودت نگاه کنی، چهره‌ای که شاید مدتی از اون فرار کردی، ممکنه دوباره صدایی رو بشنوی که تصور می‌کردی برای همیشه خاموش شده. ممکنه آتشی رو حس کنی که هنوز درونت زنده است. تو هیچ وقت کاملا پاک نشدی، فقط پنهان شدی و حافظه همیشه راه بازگشت رو بلده. و حالا برسیم به چیزی که اونها دوست دارن هیچ وقت متوجهش نشی. اگه بتونن حافظت رو تکه تکه کنن، میتونن هویتت رو هم از هم بپاشن. و اگه هویتت فرو بپاشه، دیگه نیازی نیست که تو رو کنترل کنن. خودت این کار رو انجام خواهی داد. این خیال پردازی نیست، این واقعیتی تلخه. وقتی قدرت یادآوری رو از دست بدی، هر داستانی که به تو بدن برات واقعی میشه. فکر میکنی همیشه همین بوده. فکر میکنی این سکوت تصمیم خودت بوده. فکر میکنی این بی‌حسی بخشی از زندگیته. اما یک حقیقت وجود داره که اونا نمیتونن پاکش کنن. پشت اون مه تو هنوز زنده ای.
تو هنوز گم نشدی. تو به هیچ راهنمایی احتیاج نداری، نه به سیستمی جدید، نه به فرار از ماتریکس. فقط کافیه چیزی رو به یاد بیاری، چیزی که اونا سعی کردن از یادت ببرن. افکارت قلمرو توه، توجهت قدرت توه و حافظت نقشه تو برای بازگشته. و مهمتر از همه حس خود بودن تو متعلق به توه. کسی حق نداره اونو ویرایش کنه. تو یک انسان آزادی. پس اگر هنگام جواب دادن به این سوالها احساس خاصی درونت به وجود اومد، انگار چراغی گوشه‌ای روشن شده بدون اون کسی که بیدارت کرد، من نبودم، خود تو بودی. من فقط مسیر خروج رو نشون دادم، خروج از ماتریکس. و فقط یه خواسته ازت دارم، به یاد بیار که کی هستی و هر کاری که میکنی به خواب نرو. آگاه باش که آگاهی به مثال سنگی گم شده در بیابان است. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً اون لایک کنید و برای چند تا از دوستاتون بفرستید که حداقل یه نفر بدونه که دور اطرافش چه خبره. تا حدی دوست داشتم توی این ویدیو آگاهی رو بیشتر از گذشته گسترش بدم و چیزایی باتون در میون بذارم که خودم توی زندگیم متوجه شدم، فهمیدمش به زبون خیلی ساده توی یه تایم خیلی کوتاه. اینقدر ماتریکس میکنیم یعنی چی؟ دلیلش رو توی این ویدیو خیلی واضح براتون توضیح دادم. برای اون دست از دوستانی که هنوز چنل ما رو سابسکرایب ندارن، لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید. زنگولش هم فشار بدید که هر موقع ویدیوی جدید گذاشتیم از اون با خبر بشید. از حمایت‌های تک تکتون ممنونم رفقا. عاشقانه دوستتون دارم. در نور باشید. بدرود.